زبان انگلیسی رو میفهمی اما نمیتونی صحبت کنی، این فیلم مخصوص خودته. Hey everyone, hope you are doing great today. سلام بچه ها، امیدوارم امروز حالتون عالی باشه. They were surrounded, trapped. They were surrounded, trapped. خب دوستان، surround یعنی در واقع دور کسی یا چیزی رو گرفتن طوری که راه فرار نداشته باشه، که ما بهتر بگیم محاصره کردن. ترپ هم یعنی گیر انداختن، در تله انداختن و چون گذشته بوده آخرشون فقط یه ایدی اضافه کرده. They were surrounded پس یعنی آنها محاصره شده بودن، گیر افتاده بودن. این دو کلمه کنار هم برای تاکید روی وضعیت بد و خطرناک شخصیت ها استفاده شده. Just remember to repeat out loud whenever I pause. That's the best way to boost your confidence and sound more like a native. فقط یادتون باشه هر وقت مکس کردم با صدای بلند تکرار کنید. این بهترین راه برای افزایش اعتماد به نفس و نیتیو صحبت کردنتون میشه. They were surrounded, trapped. But the ducklings were not afraid. But the ducklings were not afraid. بچه توی فیلم قبلی گفتیم که ducklings یعنی جوجه اردک، درسته؟ و چون دو تا جوجه اردک بودن از فعل جمع استفاده کرده، از were گذشته جمع. not afraid یعنی ترسیده، ترسان و چون not قبلش آورده فعل رو منفی کرده. پس به صورت کلی میتونیم بگیم معنای این جمله میشه اما جوجه اردک ها نترسیده بودن. The ducklings were not afraid. The tiny heroes attacked the predator and... The tiny heroes attacked the predator and tiny یعنی کوچک، hero یعنی قهرمان، attack یعنی حمله. The predator هم گفتیم که تو فیلم قبلی گفتیم یعنی شکارچی و به صورت کلی این جمله میشه The tiny heroes قهرمان های کوچک attacked the predator حمله کردن به شکارچی و The tiny heroes attacked the predator and... They died. The end. They died. The end. بچه die یعنی مردن و چون گذشته بوده ایدی آورده میگیم آنها مردند. The end هم در پایان داستان ها و فیلم ها بچه ها میاد و در واقع پایان اون رو نشون میده. پس معنی جمله یعنی آنها مردند، پایان. They died. The end. That's all? They're dead? That's all? They're dead? خب بچه ها that's یعنی در واقع مخفف that is هستش، یعنی همین بود. They're dead. بچه ها they are مخففش میشه there و اینجا به کار برده که they're dead یعنی اونا مردن یا مردن. و این رو هم بگم مخففش رو باید درست تلفظ کنیم، نمیتونیم بگیم که their، این غلطه، باید بگیم their. That's all? They're dead? Oh yeah. No survivors. Oh yeah, no survivors. survivor بچه ها یعنی بازمانده، کسی که جان سالم به در میبره. پس یعنی oh yeah, no survivors یعنی اوه آره هیچ بازمانده ای نیست، یعنی کسی زنده نمانده. Oh yeah. No survivors. But how? But how؟ اما چطور؟ اما چگونه؟ But how? Oh, you want details? Okay. You want details? Okay. بچه want یعنی خواستن. details یعنی جزئیات. You want details یعنی تو میخوای جزئیات رو بدونی. Oh, you want details? Okay. So first the heron cut them in half. خب بچه ها اینجا چند کلمه جدید داریم که بیا با هم دیگه بررسیش کنیم. So first the heron cut them in half. So یعنی بنابراین. First یعنی اول.
the heron. بچه heron یعنی لک لک. cut them in half یه عبارت خیلی خوبیه که من واقعا دوستش دارم، یعنی نصف کردن. cut them in half یعنی نصفشون کرد. So first the heron cut them in half یعنی پس اول لک لک اونها رو نصف کرد. من واقعا عاشق داستان تعریف کردن بابایی شدم، خیلی بامزه است. فقط یه نکته تلفظی هم بگم، half به معنای نصف کردن، اون الی که وسطش هست اون خونده نمیشه کلا، یعنی شما باید half تلفظ کنید. So first the heron cut the Wait a second here. Wait a second here. بچه این جمله خیلی کاربردی، حتما یادداشتش کنید. Wait a second یعنی یه لحظه صبر کن، یه ثانیه صبر کن. Wait a second here. Your father got the story wrong again. Your father got the story wrong again. بچه ها دقت کنید چند تا کلمه جدید داریم. Father به معنای پدر، story به معنای داستان، wrong به معنای اشتباه، again هم یعنی دوباره. بچه ها دقت کنید که again تلفظ نکنید، بلکه تلفظ صحیحش again هست. بچه ها اینجا یک عبارت خیلی مهم داریم، یه اصطلاحه get something wrong، یعنی یه چیزی رو اشتباه انجام دادن، یه چیزی رو اشتباه گفتن و اینجا گفته get the story wrong یعنی داستان رو اشتباه گفتن. پس به صورت کلی جمله کاملش معناش میشه که پدرت دوباره داستان رو اشتباه گفت. Your father got the story wrong again. What really happened was یعنی آنچه واقعا اتفاق افتاد این بود که، بچه دقت کنید این اصطلاح خیلی پرکار برده، توی فیلم ها، مکالمه ها خیلی شنیدیم. What really happened was the heron saw that they were lost. The heron saw that they were lost. heron گفتیم یعنی لک لک. saw بچه saw یعنی دید، گذشته فعل سی هست. سی سا سین. سی بچه ها اگه بخوام باش جمله بسازم چون حال ساده است میگم I see you، من تو را میبینم. سا گذشته ساده است، یعنی I saw you yesterday یعنی من دیروز تو را دیدم. و سین اسم مفعول پس پارتیسیپله، پس ما حتما باید از have استفاده کنیم. have به علاوه اسم مفعول. I have seen you before یعنی من قبلا تو را دیدم. بچه lost یعنی گم شده دیگه، درسته؟ حالا they were lost یعنی آنها گم شده بودند. The heron saw that they were lost. So she offered to help them. So she offered to help them. پس او پیشنهاد کرد که به آنها کمک کند. بچه اینجا فقط یک کلمه جدید داریم. offer یعنی پیشنهاد دادن. So she offered to help them. Pam, it's a heron. Pam, it's a heron. Pam این یک لک لکه. Pam, it's a heron. A psycho killer designed to eat ducklings. A psycho killer designed to eat ducklings. بچه سایکو یعنی روانی، کیل به معنی کشتن هست و کیلر میشه قاتل. دیزاین تو بچه این عبارت یعنی قصد انجام دادن یک کاری داشتن با هدف خاصی کاری رو انجام دادن، که اگه بخوایم معنی کل جمله رو بگیم میگیم یه قاتل روانی قصد داشت که جوجه اردک ها رو بخوره. A psycho killer designed to eat ducklings. All right, fine. The heron was about to eat them. But The heron was about to eat them. خب بچه was about to یعنی اینجا خیلی کاربردیه، یعنی اینکه نزدیک بود مثلا یه کاری رو انجام بده. The heron like was about to eat them. نزدیک بود که اونها رو بخوره. all right, fine. The heron was about to eat them. But
Their parents arrived just in time and saved them. But their parents arrived just in time and saved them. Parents بچه ها یعنی والدین. Arrive رسیدن. Just in time یعنی دقیقا به موقع. And save them. Save یعنی نجات دادن. خب یعنی اما پدر مادرشون والدینشون دقیقا به موقع رسیدن و اونها رو نجات دادن. But their parents arrived just in time and saved them. No. No. The parents arrived, but it was too late. Their parents arrived, but it was too late. خب. Their parents arrived یعنی والدینشون رسیدن but it was too late. Too late یعنی خیلی دیر. It was too late یعنی خیلی دیر شده بود که این جمله خیلی رایجه بچه ها. حتما یه جا یادداشت کنید وقتی مثلا میخوام بگم اما خیلی دیر شده بود از این قالب بعد استفاده کنید. It was too late. خیلی جالبه. مامانه هر چقدر سعی میکنه داستان به خوبی و خوشی به پایان برسونه ولی گویا باباهای چه اینقدر سیو نداره. Saved them. No. The parents arrived, but it was too late. If you enjoyed this video, make sure to like it and subscribe. I'd love to hear your thoughts in the comments. اگه ویدیو براتون مفید بود حتما لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید. نظرتون هم برام مهمه. حتما تو کامنت ها برام بنویسید.